یه چیزی هست که خیلی از شماها تجربه کردین. همین امروز وقتی وارد آشپزخونه شدم، دیدم دخترم داره همه کشوها و کابینت‌ها رو باز و بسته میکنه. فنجونا رو میکشه بیرون، دستمالا رو میریزه رو زمین. اولش یه حس عجیب داشتم. یه ترکیب از خنده و کمی هم استرس. فکر کردم نه دوباره چرا همه چیزو کشف میکنه؟ ولی بعد یادم اومد این کاملا طبیعیه. این سن بچه‌ها بین 1 تا 3 ساله و همشون دنبال کشف و تجربه هستن. برای اونا همه چیز یه دنیای جدیده و هر چیزی که لمس میکنن یه تجربه یادگیریه. این یعنی هر کشویی که باز میکنن، هر چیزی که میکشن بیرون، یه جور آزمایش و کشف دنیای اطرافه. مغز بچه‌ها الان پر از کنجکاویه و هر چیزی که لمس کنن یا حرکتش بدن یه جور یادگیریه. این رفتارها نشونه علاقه به کشف و یادگیری مستقلشونه، نه خرابکاری. مطالعات روانشناسی کودک نشون داده وقتی بچه‌ها فرصت کشف کنترل شده دارن، مهارت حل مسئله، تمرکز، خلاقیت و اعتماد به نفسشون بهتر شکل میگیره. به همین دلیل هر چیزی که کشف میکنن بخشی از رشد شناختیشونه. مثلا دخترم یه روز تصمیم گرفت همه قاشقا و لیوانا رو از کابینت بیرون بکشه و باهاشون یه برج درست کنه روی زمین. من اولش کمی عصبی شدم ولی بعد دیدم چقدر با دقت و تمرکز داره این کار رو انجام میده. یا وقتی یه کشوی کوچیک رو باز میکنه و همه جعبه ها رو میریزه روی زمین، من میتونم ببینم داره یاد میگیره اشیا چه شکلی دارن، چه وزنی دارن و چطور حرکت میکنن. حتی وقتی یه وسیله رو دوباره سر جای خودش میذاره، داره مهارت نظم و هماهنگی دست و چشمش رو تمرین میکنه. راهکارهای عملی برای والدین چیاست؟ محیط امن بسازین. کشوها و کابینت‌های خطرناک رو با قفل یا بالا گذاشتن از دسترسش دور کنید. وسایل امن بذارید تو دسترس. مثلا لگو، جعبه‌های چوبی یا اسباب بازی‌های کوچیک. هدایتش کنید به جای محدود کردن. مثلا این ظرفا میشکنن ولی این جعبه ها امنن و میتونی بریزی و جمع کنی. کشف ساختار یافته. یه کشوی مخصوص یا جعبه بزرگ بذارین که هر چیزی دوست داره توش بریزه و بیرون بکشه. این کار حس کنجکاویشو ارضا میکنه و کمتر دنبال کشوها و کابینت‌های اصلی میره. مشارکت کودک تو کارهای خونه. اجازه بدین تو کارهای کوچیک مثل گذاشتن قاشق‌ها یا مرتب کردن اسباب بازی‌ها کمک کنه. این حس استقلال و کنترل میده و تخلیه انرژیش هم راحت‌تر میشه. تکرار و صبر. هر روز ممکنه وسایل مختلفی رو بخواد کشف کنه. صبور باشین و این مرحله رو فرصت یادگیری بدونید، نه چالش و استرس. حس شوخ طبعی و همراهی. وقتی میبینید چیزی کشف میکنه کمی باهاش بازی کنید یا لبخند بزنید. این تجربهش رو مثبت میکنه و یادگیریش هم بهتر میشه. صبور و انعطاف پذیر باشین. دیدن کودک در حال کشف دنیا هم بامزه است و هم گاهی استرس‌زا. کنترل کامل ممنوع. هدایتش کنید، همین کافیه. محدودیت بیدلیل لازم نیست. فرصت تجربه امن بهش بدید. کودک چیزای جدید یاد میگیره و شما هم آرامش بیشتری دارین. تشویق و تحسین تلاش‌ها. حتی وقتی چیزای کوچیکی کشف میکنه تحسینش کنید. این اعتماد به نفسش رو تقویت میکنه. پس دفعه بعد که دیدید کوچولوتون داره همه کشوها و کابینت‌ها رو بررسی میکنه، بدونید این یه مرحله طبیعی پر از یادگیری و رشد استقلالشه. کار ما مامان باباها اینه که محیط امن بسازیم، هدایتش کنیم و همراهش باشیم، نه اینکه کنترل کامل داشته باشیم یا سرزنشش کنیم. با کمی صبر، خلاقیت و همراهی این مرحله میتونه تبدیل بشه به یه تجربه لذت بخش و آموزشی برای شما و کودکتون.